سلام دوستان، امیدوارم خوب باشید. با یک ویدیوی دیگه از مطالب و رویدادهای مربوط به فرانسه در خدمتتون هستم. مصرف مواد مخدر در فرانسه همواره مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته بوده، اما در ماه‌های اخیر بحث مصرف ماریجوانا در فرانسه به دلیل اینکه در برخی از کشورهای اروپایی به مقدار تفریحی آزاد شده مورد بحث و بررسی قرار گرفته. موافقان و مخالفانی داره. موافقان استدلال‌های مختلفی رو مطرح کردن. این بحث رو من دیدم که در رسانه‌های مختلف فرانسوی اخیراً تکرار شده و آینده نزدیک ماریجوانا رو در این ویدیو که قرار هستش که در فرانسه آیا آزاد بشه یا خیر رو با هم بررسی خواهیم کرد و اینکه رسانه‌های فرانسه از چه زوایایی به این موضوع پرداختن و این احتمال وجود داره که در آینده نزدیک ماریجوانا در فرانسه آزاد بشه یا خیر رو قرار هستش که در این ویدیو با هم دیگه بررسی بکنیم. اگر میخواید در این زمینه اطلاعات بیشتری کسب بکنید در ادامه این ویدیو همراه من باشید، اما پیش از اون سپاسگزار میشم که این ویدیو رو لایک بکنید و اگر هنوز عضو کانال یوتیوب ما نشدید با زدن بر روی دکمه سابسکرایب عضو کانال یوتیوب ما بشید تا از جدیدترین ویدیوها زودتر از دیگران مطلع بشید. بریم با همین ویدیو رو ببینیم. دوستان، خبر رو من از چند وبسایت انتخاب کردم. این تیتر فرانس 24 هستش که نوشته که فرانسه در مواجهه با قاچاق مواد مخدر و در یک توضیح مفصل نوشته که یک سیاست دیگر هم ممکن هستش. خب همونطور که میبینید در مورد ماریجوانا، حامیان قانونی سازی ماریجوانا در فرانسه و استدلال هاشون رو در اینجا بررسی کرده. اولین مورد سیاستمداران و احزاب سیاسی هستند. یکی از مهمترین احزابی که در فرانسه خواهان قانونی سازی ماریجوانا هستش حزب سبزها هستش که معتقد هستش این اقدام میتونه به کاهش جرایم مرتبط با مواد مخدر و کنترل بهتر مصرف منجر بشه. برخی از افراد حزب سوسیالیست هم از قانونی سازی ماریجوانا حمایت میکنن و استدلال کردن که این اقدام میتونه منابع مالی جدیدی از طریق مالیات بر فروش ماریجوانا ایجاد بکنه. و در ادامه برخی از فعالان اجتماعی و سازمانهای مدنی هستند، Les Associations de Réduction des Risques یا همون انجمنهای کاهش آسیب. این گروه ها معتقدن که قانونی سازی ماریجوانا میتونه به کاهش آسیب‌های مرتبط با مصرف غیرقانونی و کنترل کیفیت محصولات مصرفی کمک بکنه و برخی از اقتصاددان‌ها هم خواستار قانونی سازی ماریجوانا هستن. اونها استدلال میکنن که قانونی سازی ماریجوانا میتونه منجر به ایجاد شغل‌های جدید، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های مرتبط با اجرای قوانین ضد مواد مخدر در واقع صورت بگیره. اما les arguments de partie de la légalisation، یعنی استدلال‌های حامیان قانونی سازی. استدلال‌های این افراد بر 4 دسته اصلی خلاصه میشه. یکی این که میگن جرایم مرتبط با مواد مخدر کاهش پیدا میکنه. دومی که ایمنی و کیفیت مواد مخدر مورد بررسی قرار میگیره. همونطور که میدونید مواد مخدری که از نظر کیفیت مورد بررسی قرار نگرفته باشن میتونه آسیب زننده باشه و حتی خطر مرگ برای افراد داره. و دیگری درآمدهای مالیاتی هستش. همونطور که در فرانسه درآمدهای مالیاتی از طریق تبا و فروش سیگارها بسیار درآمد بالایی هست برای دولت، این هم میتونه درآمد بالایی باشه. و کاهش بار سیستم قضایی که استدلال میکنن که اگر که این مورد مثل ماریجوانا قانونی بشه، از تعداد پرونده های مرتبط با جرایم مواد مخدر کاهش پیدا میکنه و منابع قضایی میتونن بر مسائل مهمتری تمرکز بکنن. اما در این زمینه تجربیات سایر کشورها هم بوده. بر اساس این مقاله برخی از کشورهای اروپایی گام‌هایی در جهت قانونی سازی مصرف ماریجوانا برداشتن. به عنوان مثال آلمان در آوریل 2024 یعنی همین امسال مصرف تفریحی ماریجوانا رو با محدودیت‌های قانونی اعمال کردش. بر اساس این قانون افراد بالای 18 سال مجاز به حمل حداکثر 25 گرم ماریجوانا و کشت حداکثر 3 بوته در خانه هستند. همچنین باشگاه‌های ماریجوانا ایجاد شدن که اعضا میتونن از اونها ماریجوانا تهیه بکنن. اما در این خصوص موانع و چالش‌هایی هم وجود داره. با وجود حمایت‌های مذکور، موانع و چالش‌هایی در مسیر
قانونی سازی ماریجوانا در فرانسه وجود داره، از جمله مخالفت‌های سیاسی. برخی از احزاب و سیاستمداران محافظه‌کار با قانونی سازی مخالف بوده و معتقدند که این اقدام میتونه به افزایش مصرف و مشکلات بهداشتی منجر بشه. در همین زمینه نگرانی‌های بهداشتی هم وجود داره. برخی متخصصان بهداشت عمومی نگران تاثیرات منفی مصرف ماریجوانا بر سلامت روانی و جسمی افراد هستند و همچنین ملاحظات بین‌المللی در این زمینه وجود داره. فرانسه به عنوان عضو اتحادیه اروپا و امضا کننده کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با مواد مخدر بایستی ملاحظات حقوقی و دیپلماتیک رو در نظر بگیره. در پایان هم نتیجه گیری بر این صورت هستش که در حالی که بحث‌ها و حمایت‌هایی برای قانون‌سازی ماریجوانا در فرانسه وجود داره، اما تاکنون تغییری در قوانین جاری صورت نگرفته. با توجه به تجربیات سایر کشورها و استدلال‌های حامیان و مخالفان، آینده قانونی سازی ماریجوانا در فرانسه همچنان نامشخص هست و نیاز به بررسی بیشتر و مناظرات عمومی در این زمینه داره. مبحثی هستش که در رسانه‌های فرانسه به ویژه در ماه‌های اخیر به شدت مورد بررسی قرار گرفته و باعثی دید که در آینده مصرف ماریجوانا به صورت تفریحی در فرانسه آزاد خواهد شد یا خیر. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر که این ویدیو رو دوست داشتید سپاسگزار میشم که اون رو لایک بکنید. اگر هم هنوز عضو کانال یوتیوب ما نشدید، با زدن بر روی دکمه سابسکرایب عضو کانال یوتیوب ما بشید تا از جدیدترین ویدیوها زودتر از دیگران مطلع بشید. تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار.